صادقانه پرسان میکنیم چند نفر صبح وقت از خواب بیدار میشه؟ ساعت 5 شده واقعا بعضی ها طرف بعضی ها میبینه که همسایه دست خود بالا کردن ما از تو چی کم میده حداقل روی سیمینار کم نمیدیم دوستان باور کنید یکی از موضوعات بسیار مهم موفقیت تو وقت بیدار شدن از خواب است. ببینید من امروز برای دوست خود گفتم یکی از عوامل اساسی بحث نظم هست در زندگی. اینی که شما صبح وقت از خواب بیدار میشی چند فایده داره. اولین فایدهش نظمه و نظم سخت ترین کار در زندگی است. من دوست خود گفتم بیا هر روز ساعت 10 اشپلاق بزن. هر روز ساعت 10 اشپلاق بزن. اشپلاق زدن خودش کار سخت نیست. اینه که ما نظمی در شخصیت ما ایجاد کنیم که ساعت 10 اشپلاق بزنیم این برای خود این نظم سخت است. اولین مفیدیتی که صبح وقت بیدار شدن از خواب داره نظم در زندگی ماست. یک. دو. فایده اساسی دوم صبح وقت بیدار شدن اصلی این هست که در زمانی که دیگران خوابند شما برای رسیدن به رویا و اهدافتان تلاش کنید. زحمت بکشید. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شما ساعت 7 از خواب برمیخیزید کسی دیگری در خانواده شما ساعت مثلا اگر شما 5 بجه از خواب برمیخیزید کسی دیگر ساعت 7 از خواب بیدار میشه شما حداقل در مثلا 10 روز نسبت به 20 ساعت بیشتر کار کنید. از آقای کرچی به نظر در پایان صحبت‌های است خیلی خوبه که میگه ذهنیت شما نه شرایط زندگی شما تعیین کننده موفقیت است. اگر شما بخواید به موفقیت برسید این شرایط افغانستان نیست موفقیت شکل میده یا نمیده مانع میشه. این شما و این درون شما ذهنیت شما مانع موفقیت پیشرفت میشه یا نمیشه. اون ذهن‌های معیوب اون باورهای منفی رو پاک کردید کنار زدید جاش باورهای مثبت کاشته مطمئن باشین شما به انسان‌های بزرگی زندگی و جامعه خود تبدیل بشید. جایی که همه در انتظارش هست. جایی که شما آمدید اون رو رقم بزنید. این اولین گامی بود که اگر شما خواسته باشید زندگی خود دیگران کنید از این باشید. خواستن و تنهای کار از پیش نخواهد گفت. خواستن باید با برخواستن باشد. چند نفر حاضر است اینجا برای اهداف و برنامه‌هایش حرکت کنه و اقدام کنه؟ هر کس حاضر است. ماشاءالله. خیلی خوب. پس هر کس حاضر است به طرف مقابل خود نگاه کنه و یک لبخند طرفش بزنه. طرف خیلی خوب افسر افزایی هست. خیلی عالی. بعد به اتفاق میشه. تشکر از همه شما عزیزان در لحظات پایان سمینار قرار داریم عزیزان. کسایی که سوال داشته باشند بهتر سوال داشته باشند درست است؟ علیکم سلام تشکر. محمد حسین حیدری هستم واصل حقوق علوم سیاسی در دانشگاه کارون. خیلی عالی آقای حیدری عزیز. هدف شما از اشتراک در سمینارها چی است اگر برام بیان کنید؟ هدف ما گرچند به خاطر از است که راهکارهایی برای موفق شدن و اینکه ما خودمون یک ساختار کلی داشته باشیم برای که چگونه موفق بشیم ما از استادان باید یاد بگیریم و کوتاه‌ترین راهش است که ما چگونه میتونیم از تجربه دیگران استفاده بکنیم. اساسی را اساطیر بزرگوار ارائه کردن که اول ذهنیت بود دوم تمرکز کار و سوم ادامه بود. بله خب با این سه نکته اگر ما درست عمل کنیم میتونیم زندگی خود رو تغییر بدیم و زندگی رویایی که داریم میتونیم بسازیم. جوانا کسایی که در اینجا اشتراک کردن یک سمینار خیلی پربار و یک افق نو را انشالله که ما امیدوار هستیم تجربه کرده باشیم. درست. بسیار تشکر. هدف شما از اشتراک در این برنامه‌ها چیست؟ هدف ما این است که در چنین شرایطی واقعا یک زمینه است که یک زمینه شده بعضی محدودیت‌های ایجاد شده که بله. انسان گاهن نیاز به یک انگیزه نیاز به یک امید داره. یک جرقه‌ای باید باشه. بله. با توجه به محدودیت‌هایی که بله. چند سال اخیر در کشور حاکم شده متاسفانه پیشنهاد من است که بهانه دست هیچ کسی نتیم. اگر مکتب مسدود است اگر بله. هر چی مسدود است بهانه دست هیچ کسی نتیم. حجاب را مراعات بکنیم ریش‌ها را بمانیم
اما درس هم باید بخونید. سوی یک افق نو محکم پرقدرت حرکت کنید. خیلی عالی، بسیار عالی. آخرم اگر پیام شما داشته باشیم برای کسایی که شما رو می‌بینید. پیام است که هیچ محدودیتی نمیتونه جلوگیر انسان باشه. فقط محکم و متداوم دنبال اهداف و آرمان‌های خود باشه. هر اقدامی که ما میکنیم شکست وجود نداره. کلش موفقیت است. هر شکست یک پله برای موفقیت است. بسیار تشکر. زنده باشید. عزیز دل. دوستان عزیز، این بود گزارش امروز ما که تهیه کردیم. ان شاءالله که طرف توجه شما قرار گرفته باشه تا اینکه برنامه‌های بعد باز هم با شما باشیم. همه شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. موفق باشین، بخیر باشین.